100 بار دیگه هم این کارو میکنه. بهت قول میدم نیازی نیست کل آب دریا رو بخوری تا بفهمی تمام شوره. یه قطره هم برات کافیه. کسی که این اجازه رو به خودش داده که به شما خیانت بکنه، مطمئن باش هیچ ارزشی برای شما قائل نیست. چون اگر سر سوزنی برای شما ارزشی قائل بود، حتی به خودش اجازه فکر کردن به این موضوع رو نمیداد، چه برسه بخواد عملیش کنه. و اصلا هم از کارش پشیمون نبوده و نیست. هر کسی هم که داره بهتون میگه آره من پشیمونم، مطمئن باش داره بهت دروغ میگه. چطور اون لحظه‌ای که داشت خیانت میکرد پشیمون نبوده، الان پشیمون شده؟ آره هر کسی ممکنه اشتباه بکنه تو زندگیش، ولی خیانت یک اشتباه نیست، یک انتخابه. و فرد خیانتکار انتخاب کرده که همچین کاری بکنه. در کمال صحت و سلامت عقل همین کارو کرده. پس هر وقت خواستی خیانتی رو ببخشی، یادت باشه اون قبل این که تو بخوای اصلا بوی از این قضیه ببری، داشته با خیال راحت کارشو میکرده. خیانت هیچ وقت یهویی اتفاق نمیفته. کسی که خیانت میکنه همیشه دنبالش بوده، فقط منتظر فرصت مناسب و آدم مناسبش بوده.